خوبه شکرانه خدا این چند رو با بودی؟ حالا یک 28 تشید این حقیقتی 29 تا یک دیگه با 30 تا شهر رایجان با عبید کنه میگم بعد عبید میکنی؟ گرمی بچه دی گرمی رو بی کار بشه واقعی یه عبید کانتر دام بگی ها؟ رئیس با گفتم یک تستر کنیم باید زندگی شما واقعی رئیس جان حالا بردم و بایش بختم انای شنبالیم بزیم یک دیگه شما با عبید کنم چی نشه خیلی برای کار ما اینجا داریم هزار آمار رئیس جان مای رئیس خوب مایلش علیو رئیس اوضاع میفرده همین رئیس اوضاع میفرده همین دویم در برمون در پسی بلندی دست منو میگیره خدا احکام نشه سری زمین گشتم چوکری زنه ولی نرس چوی زنه کانتر دام بگیرم چوکر رو خوبی نستیم رفتم زنه اجرا کردیم خلو رسمی بلوکر همه را جمع کردیم همون یک استورا کانتر نسترینش نبود رفتم سهر خورده بود پس عبید در کورا بود همه قزن زن تلفنون را جواب نداد میگم معاش باشم کم نباشه یکی همی صبح کار کرده یا نامی فراشون کار کردن این خیلی مرده همون اولیکای هوا رو زیادتر کنم همون را میگم که اگه خدشون مسئولیت کنم کانتر معاشون را زیادتر کنم زیادتر کنم کار که تسترک میکنم مثال امرواشم میایم ثواب بیاخه همون را میگم دیدمش به نسترین خیلی نصیب ایدفعه خرج کنم دفعه خرج کنم مهنت کردی اینا حالی با وردی پوش تمام کاخ شدن هندم شما از بابا الان شیطوره گفتم از بین تاش ها گوداکا بولا گوداکا نغلطم کو بیو کو قربان جان بیا جا کویا سویگی دایا مسئولیت کنیم آز رئیس با همیشه هی اوفرین درمی هفته و هر کار میکنی دا لابه رئیس با لابه رئیس کو چطوری سلامتی خوبی کرو خوبی این پاک زبط کردی کو خیلی شکونه پرالی اوستا اکه ای تمام فوندامنت خونه دا میگذاری ها اکه انا اصولی و کلپیچورم بیارم با اصوصا که گیچه میریزیم بعد میبرداریم شکر بهترین تو اولی که چند قمه گرفتی قربان جان؟ خیلی احنا مسئله کردیم که 1000 سومون 1000 سومون و اکه ما پساب نیکم که یاردم چی همین توست ها اومدن ما تدا یک سورپریز دیگه دارم قربان جان این اینجا خیلی اینه 1,500 فهمیدی؟ 1,500 این 500 دیگه تدا پدرکای دیگه ای پس فقط 1,500 میگیری اولی تا فهمیدی؟ لیک کار دا دیگه دیر نکی سری وقت کار دا بیو مایلش؟ فهمیدیم اکه من کارم کم تمونده و یکنم بر وقتا خونه برم از سارسیمت ترم این استورا 1000 سوم میدادم 8 بار 8 قد میشه 1000 رحمت میگو این بارا اولی که باران کردیم نه رحمت مونگو نه یکون سخنی دیگه خیلی بیو بار بسش چه در تمام باید چه؟ السلام علیکم بیا رئیس بابا استاد کار تمام کردن عبید رفتن ما اینجا کار ترک شدن
Naroz kıldım. چی گپای؟ Ama nasıl reis? اما نه مایلا ما چند بار میام درتون همه تخته میکنم این نه کارتون پیش رفتیسه نه جو درتون محکم Hayır reis bu. چی یگان چی نگو بیگانی با خونه را بیا ما قطعه صحبت علایده میکنم که خیلی کار پیش نمیروم Usta olmadı buradan ku. مایلاش ما سورانه تخد نازی ما بیا بگونی ما قطعه صحبت جداگانه میکنم مایلاش ما دگاه را قطعه دیگه خیلی کار گردم با وابشه کارانگی دیگه گیرم مایلاش خیلی ما میرم بیگه اترا ما دفنه اجدر میکنم Reis bu. Reis bu tamam kadem. Bia man. Navze ya gel yok ku ben. Tamam kadın reis bu bütün hemen. Yakın cemleştin reis bu iyi olsun benzer bari. بولو بگذار هفتاد دقیقه نمیشینی بیشتر خود تاگی مونده Reis ben. Çi reis bu tamam kadem. Bak guftum. Ya دستورم بشو خونه برام با گفتم شما فایت کردم دفتم شما یا بینم با برام یا دستورم بشون برام خونه کلاس با اون کارم تمام کرده دی. قربان جان میدونی برای چی من شما رو اینجا دعوت کردم نمیدونم. برای اون خاطر دعوت کردم دوست عزیز که شما میدونید که من این 2 ماه میشود که معاش شما رو 1,500 سومون کردم لک پیش 1000 سومون میگرفتید ها روز ماهی گذشته که یک روز با کار حاضر نشدید من همین قدر با شما زنگ زدم و جای کارتون رفتم شما در کار نبودید ما همراه اویلا مصلحت کردم که شاید زندگی شما خوب نباشد ممکن اویلا که شما نرسد در زندگیتون مصلحت کردم که اویلا که شما رو زیاد کنیم نیست زیاد کردم 1,500 سومون بر شما دادم لیک شما میدونید که این ماه اویلا که شما را من 1,500 نه و 1000 سومون میتونم 500 سومون اویلا که شما بریده میشود با اون خاطر که شما در این ماه هم سری وقت با کار حاضر نشده یکون چی گفتنی؟ رئیس جون من 1000 سومون در روزیم 1000 سومون اولیک روزیم برای چی قربان جان من یک کاری که در حیران شدم در کدام کار رئیس برای چی ماهی گذشته که من ترا 1,500 سومون اویلک دادم شما 1000 سومون میگرفتین 1,500 اویلک دادم وقتی که پول گرفتین یک بار سینما نگشتن که یک بار رحمت بگید یاد دارید دفعه پیشینش که 1000 سومون معاش میگرفتین 5-6 بار گردم چرخ زدی رئیس 1000 آمد ما سببش نفهمیدم سببش در چی بود که یک بار تو نسبت من نگفتی که رئیس 1000 آمد که معاش مرا زیادتر کردی چون بیزور معاش مرا کم کنیم لیکن نمیخوام شما را غمگین کنم برای چی؟ میدونی چی رئیس جون همون روزی اولی که من با کار نیومدم خب خداوند برای من فرزند عطا کرد فرزند بهترین ماشاءالله بعدی که من نیومدم و دوباره با کار برگشتم شما با من معاشم رو 1000 سومون نیو 1,500 سومون میدی من برای چی با شما منتداری نکردم و رحمت نگفتم باری اول شما با جای 1000 سومون با من 1,500 سومون معاش دادید و من از شما نیو از خداوند شکرگزار شدم که خداوند برابری به من فرزند عطا فرمودنش ریزقش رو هم به واسطه شما به من فرستاد اما این ماه که شما از سر معاش من 500 سومون مرا بریده باز هم از شما گیره من نیستم چون که این ماه خداوند فرزند رو از من گیری و
ризқаш ро ҳам бо худаш бурд. Rahim Production. اومدی بچم؟ ها آمدم. در کجا بودی بچم؟ نیست فیروز شد آخه. شما یک عمر ما در کار گرفتین، من کجا میرم کجا نمیرم. ما کار ندارم. اونه که همسایه ها چی میگن؟ کلینی خانه بچم میگن کجا دای کلینش؟ کلینی خانه همسایات ما در چی کار دارن؟ شما ما در چی کار دارین؟ یک عمر کار گرفتین، همین کار باری ما در و کوچه برای ما در. نکم شما همین شما ای گو زدن نموندین ده. همین خلاص نشد ما یک دوگان جان چه خیلی سلامتی خوب؟ میشه خدا با شکر. مایم نه اومدم نمی خونه دایم خونه دا نه وای بزار اومدم چو کردی؟ پاپشیوم کجا ده باشه؟ بچم همون پاپشیوم البته. همین بیوای عجوزه با برامد عصبای ما در روز دراز رسیده. چیزی گفته بچم؟ نه خاله کتی دوگانه هم گپ زستم. همون پاپشیوم پرتو. حال بستک من زنگت میزنم با مایلا. شما یک عمر همی مرا غم دادین غم میتینده. بچم وقتی خوراک نیست فیروزی شده یگان اوقاته کن بازی شوهرتان ای کار میویه گشنه. ای شما یک عمر اوقات گفته من چی در شما خدمتگارم؟ من در شما خدمتگارم؟ این قروز من نبودم شما اوقات نمیخورده. همین مرا دیده اوقات خورشیده این چهار کارتشکا اصل کرده نمیتونی خدا. مالی کلین جون دم بگیره شما من خودو میکنم مالی. من دم گرفته استم بپرایم. سلام علیکم بچه جان. من برم در بچه بیو بوی چیه؟ این برای شما یک سور سلام بچه جان. بچه جان نکسازین. نغز گشتی آخی بچه. ایره برای شما گرفتیم که در هوای گرمی در خونه مونین خوزی اویل کشیدگی نیستن میدونه که بچه جان کمتر کاربار کپا موندگی این ماه اویلی کم نشید انشالله ما دیگه اویلی کبگی نه کانسنری که زیبا برای شما توفا میکنم که در گرمی عذاب نکشید. شما بهترین مادر هستید. رحمتی سلام بچه جان. من برم در این بچه غمخوار و من کاری خوب کردی بچه جان. بیا چیه؟ فیروز بچم گفتم یک اوقات کنم گفتم نه من خودم با دست خودم اوقات کنم. بچم چند خشته اوقات از دست من نخورده. رحمت بچه جان این کار کلیتون میدونین؟ ما فهمیدم بچه جان. و خیلی گفت که من میکنم نه که من موندم گفتم ای دستی من بخیره. شرم نمیداری؟ خاله جان من خودم اوقات میکنم گفتم که شما در همی بچه‌تون گندکنی را های دوست میدارین. نه گنده نکردم اخی من گفتم خودم من خودم اوقات میکنم. من دیگه بار دیگه نبینم کسر در دست نه بچه جان من خودم گفتم. چکر مادر؟
چای گیرن جوکرن آخ کجا رفتن کجا نرفتن بیا مخدم از مادر جان زنای رابع شرم نمیکنی آخ چی به مردک؟ کاری که امروز نسبت مادرم کردی شرم نمیکنی آخی مردک من چیکو کردم؟ ای روز من همین خونه آمدم و چشم و مرا چشم دیدن نکرد ای سهر تا بگه اگر سگ باره بجم دای خونه با کارش میکنم چشمو همین وقت ساعتی که شما میبیوین یا کارتشکا میگیره یا پیاز میگیره با یک بهانه بالای در میره که فقط گنده کنه مرا ای مرده کدام روزه میشه که در نزد همسایه شرمنده میشه چه شرمنده؟ آخه این مادرتون در روی حوله تهارت میکنن مادری من؟ بله در نزد نبیره ها نه مردک جان من میدونین چی؟ با فکر مادر شما کسلی روحیش دگیه آخه مادر شما کارهایی میکنه که با زبانم گفته نمیتونم آخه مردک روزی میشه که یک همسایه ایدر داره در نزد همسایه شرمنده میشیم آخه روزهای آخر مادر شما از عقل بیرون شدگیه نه او این خیلی نبود که آخه مردک جان آخه گفته نمیشه کارایی میکنه که با زبانم آورده گفته نمیتونم مادری من؟ بله مردک آخه آدمیه یک حق همسایه ایدر در آید با او اول مادر شما رو بیند شرمنده میشه خیلی چکار کنم زنک مادر است سین سالش با یک جای رسیدگی شما باید فهمه که آخه همون رو میگو مردک جان بینی که زمانه چه خیلی ترقیات یافتگیه شرایط نغز داریم هم میبریم مادر رو توبت میکنیم هم استراحت میکنه ایستا ها این گپ از دهان شما برآمد؟ آخه بین مردک جان که هم خانه میده هم در بهترین این زنک وقت می‌دانی. در این وقت کودکا عصباش خیلی مونده شده بهترین فکر کدام آسایشگاه را انتخاب کنیم؟ آسایشگاه نی مردک جان ها با یگان جای سستر هست؟ شما راضی شوید من شناس من دارم راضی همین مادر ما در کجایی که نقد میشه جای استراحتگاه باشه من راضی کجا بریم شه؟ من شناس دارم مردک جان ما هزار حاضی رحمت. زنگ میزنم شه خانه پیران سالون نبریم شه چی؟ آخه تو مادری مرا خونه پیران سالن میبری؟ آخه مردک جان من در حیات یک مادر دارم تو خونه پیران سالن میبری؟ من یک سکون پیش در تو باور کردم دستی تر قپیدم با همین خاطر آخه مردک آسایشگاه جای دمگیری شما هم جای برای نسبت مادری ما ای زنکی بیعقل هیچگاه حیات نبرو در نمیجا جا که در حیات من یک مادر دارم من پدر دیدگی نیستم یک خواهر معیوب دارم هیچگاه من برای شما در نیمه راه نمیپرتم صد افسوس که من به گپ تو باور کردم من میدونم که اکثریت زنها شما همین خیلی مادر رو از فرزند دور میکنین تو میدونی که تا وقتی تو در زندگی من نبودی نسبت من مادر من چه خیلی زحمت کشید چه خیلی عذابا کشید که مرا تا این روز کلان کرد حیفی قدر باوری که من نسبت تو کرده بودم ای گپاش ای رفتاراش معلومه که دل ایره یافته نمیشود آزی بستک معلومه که ای کمپیر و ای خواهر مسلقش ما خلاصی ندارم آزی بستک در این خونه یا کمپیر میسته یا ما میستم مرا زره میگن آزی به میبینی
بیا بیا زارا جون بیا بیا ای وای ای بوش موی ای چوکا دای دگون بیا چخلی سازی ای سوز خوب ای شیسنی گو بشی ای بشی چوکا دای رنگ رو زب زدی تزیق میتوی رنگ روی ما هو بیا بشی او چی گپا گبزن سیر کن اوی بوش موی ای زارا جون این رنگ رو تو زب شده رنگ روی ما بشوخی هو زرد رنگ رو شده. کندگی هو چوکا دای چی بازیقی دگونو نپرسه خواهی گبزن چیه اما ای کمپیر عجوزه خلاص شایی ندارم او با چی کر که ای گبزنی بچهش معلومه که خلاص نمیشم ای کمپیر گوش که زارا جان مایا شیناز دارم فهمیدی ای کتی همون شیناز بیناز پیش هوای دروین میکنی یا گیاهی زهر ناکر میتا فهمیدی چی خیلی چیه وای خشت منو دارم جا خدا و خونه نه کتی بچهش قواق جخ کردن داو خونه شتگی سبو ما ویران کردن گوش که دگون انا مو گیاه میتیا تا فهمیدی میگیری میوریش چای میکنی میتی تمام خشتمانت کرش تمام به همین فهمیدی ای خشتمانت خلاص میشه دکی جو بودای وای ولی ادرسوشم میتن تا همشه بیان که چای کده بتشه آخه دگونه جو با ای چی خیلی میشوم ای هیچ نمیشه ساز میشه برای فایده خودت میگم خیلی دگون با ای گپ اسیر بانی خود مامان افندی با مرا در تای گپ نمونی نه دگونه کی ها تام شوی مرا میدونی چی خیلی آدم خیلی برم دگون ملخه ای بچم کجا رفتی؟ با همین شما کار گرفتن در کارای من کار دارم آدمی زیده ای خونه هم میبروی آخوی هم مگزنه اجا میره و مایلی بچم السلام علیکم سلام علیکم در خوبه بیا محرمت خواهد محرمت چی بودن چی در کارای برای اینا بیمارای پوچه درد داریم اینا بگم درد داریم عجیده اینا برای اینا در دورمی گوره اگر گودگار باشی کشور میکنی طرز بلا همه چی افتاد میبینه اینا خیز داریم انا توبت انا اینجوری شما داریم اینا گیوت همه چی توبت بگو کدومش درباره کدوم درد ما یک گیاه توصیت آکه جوش مکنیم ما یک چه مسئولیت بکن شما مصلحت من اینا کردن برای کشتی نمیشته چی خیزمت کنم؟ آکه جان همی ادرسی شما را دادن که به نهایت همی دورو و درمانی ناز داریم همه نمون دورو درمون دورو من کلینی خونم شفا بخش در کره چی کلید؟ یک دورو ویتیم که همی پشتمانم رو از بند دارم برای خشتمان تا کشتن؟ آخی؟ برای چی خشتمان تا میگوی بکشم کن؟ آخی آکه جان آخی میدونم که عذاب میتیه در زندگی آخی من خیلی دورو ندارم خواهد ادرسوی شما را دادن نه؟ خطو ندارم خیلی دورو خواهد آکه جان من شناسی خطان روان کرد خواهر جان ما یگام نمو دوروی آدم رو میکشتنی نداریم اخی این همه دوروی طبابتی ما برعکس آدم ها را میخوایم شفا بیوان ساز جوان اخی ما خیلی نمیخوشن دورو ایران گیره چه التماس که جان شبو مرا فهمین التماس مردم نگاه دورای اخی آخه من برای دوای آمدم پیشمو که میخوایم که خشتوان تو نه آخه فهموندم کن زرده آخه شما مرا فهمین در عذاب مکه جان التماس حاضر خواهر جان حاضر
از این برمیاد که این کلی خشتمان خودش رو سهدیدان کشتنی است. از رفتارش معلوم هیچ از روش برگشتن نیست. چی بود؟ خواهر جان تمام یک کشیم حضیر من برای پشتمانتون ها؟ بله بله. برای پشتمانتون ها؟ گوش کن خواهر جان، انا این رو به کسی نشون ندی، به کسی. این دورو آدم رو میکشد. این دورو آدم رو میکشد، لیکن یکی یک بار نه، آهسته آهسته آدم رو برده میکشد. اما برای چی این دورو من به شما توصیه دادم؟ برای اینکه اگر خشتمالتون یک بار موره، همه خیال میکنن که خشتمالتون رو شما کشته، از شما گمانبر میشوند. انا همین رو بریدو کم کم به خوراکش به چویش ریخته کرده تی. بعد اکاجان این چند کم بس میشه؟ تا 6 ماه. لیکن یک چیزی دیگه، برای پای نبردنشون که تو خشتمال رو کشته ای، با خشتمال معامله یک معامله نقص کن، آچه جان گوی، کراش بکن، سهر بر وقت خیز، هر کجای میروی میوی از خشتمالت پر چونان وانمود کن که مثل آچه دختر باشه، اما که بعدی مردن کمپیر از تو گمان بر نشود. الان 6 ماه رفتارت رو تماما عوض کن، مادر جان همه رفتارت عوض شود، کارهای خونه رو کن، دستش رو به آب نزن، اما مهربان باش، مهربان. 6 ماه پس کمپیر تمام. کسی نفهمده؟ خب مال رحمت کنم. جوان ها از خشتمالش خلاص شدن مطمئنه. شما گرفتنگین؟ ما چای دم کردم بیارم. چای هست که چای سهرینه هست. خاله جان من چای زکسنوی دم کردم. حاضر میگیرم میام. حالی چای دم کردگین بلای جانت میشم. خدا رو شکره این روز هم نصیبی ما بوده از دستی کلین یک بار خوراک میخوردیم. ای بستین خاله جان. ما خود شما دا شکر و خود میتیم خود بستین. جانم دایی خالمه.
مزه خاله جان؟ رحمت بچم الهی 100 ساله شوی اینقدر کلینی مهربان دارم. زنده باشه خاله جان. به ما چای تونتیم. آی شماگی دم کردم. چای خالی نه. میشه فایده داره که آی شماگی. منم گفتم که آی شماگی بخره. رحمت بچم. بگیرین. بله خاله جان آمدن. آمدم بچه جان. چو کنه نغز رفته آمدن. نفقه ما گرفتم با عیله نفقه بطره یک توفه گرفتم. خاله جان در کار نبود. برای چی؟ تو کلینی بهترینی ای همه کلینی خوبتی برای همه توفت گرفتم. زنده باشه خاله جان. سرم درد کدیسته بچم یک کم ترک در روز کشم. مالا خاله جان این خونه تازه کنگه. بیاین این خونه رو درست کنیم. ماتریال گرفته ای؟ های بین با ایپل نفقهش مالا کرته خریده ای؟ بین چقدر کرته خوش رو ها؟ ایپل نفقهش با مالا کرته گرفته ای. 3 ماه میشه که ما در قصد جون ایم. بین رنگ فرزند خودش رنگ مادر خودم کتی مناسبتی نغز دارد. 3 ماه میشه که این ما در خشتمانم زهر دادیستم. این رفتار شبین تماما تغییر یافته است. مثل که مادر و دختر باشیم. چی کاری کردم با؟ چی کار کنم؟ این زهره که من از همون گیاه فروش گرفتم حتما به نزد هوای میرم. میگم که زهره که شما دادین بر ضد این یگم دوایی هست که گرفته بیایم. سخت پشیمونم ای کاری کردگی. حتما به نزد او میرم. سودا هوا هنوز سودا میشه نمیشه. السلام علیکم کاکا جان. من شناخته؟ نقصی خواهر جون. میشه من. نه من نمیشتم بیشی. تنجی ها؟ اینجا کاکا جان. دارم گپشی. نه کاکا جان. همون دختری آخیان دارو داده بودم تا. چی گپشی؟ کاکا جان چی من گپشی؟ ای کارای کردگی خیلی پشیمونم. با خشتمان دگم شد؟ نه کاکا جان. من نفهمیدم که در حیات در زندگی من گناهگار بودم. پشتمان من نه. با آمدن شما با پیش من چی سبب داشته باشه؟ کاکا جان من پیش شما آمدم که همون زهری که شما در من دادین یکم دوایی که ندارین که بر من دید من برده در خشتمانم دیم که خشتمانم یکم پر نشوه. خواهر جان تو یعنی که شما از کاری کرده خود پشیمونید و با گناه خود اقرار شده گناه خودت را فهمیدید و میخواهید زهری که با خشتمانتون توری این 3 ماه دادید و قصد کشتن کردید از بدن خشتمانتون دور سازید با زهر را میکنید. ای خواهر جان من با تو زهر نداده بودم. چی دیدم؟ من دیدم که تو در حالتش خیلی حساسمند هستی و قصد کشتن خشتمانت رو داری و من پی بردم که خطا است تو از خواهد و من برای تو دوایی رو دادم که خشتمانت برآورد خوردن آن یک باره 10 چند پرقوت‌تر و
зеботару ана саломаттар мегардад. танҳо камбудии асосӣ бадрафториву бадгуфтории ту буд хоҳарҷон. акнун бираву хушмуомила бошу хушбахт бош. ана ин маблағи дудааст ва ана ин давоҳои воқеъаткунандаи хуштома ва хуштомана бурда де ва ҳаргиз гӯштсуханиро аз даст надехоҳад.